مادران قوت دل و جانند که در هر تپش دل به ما عقل و ذکاوت، مهر و محبت و اعجاز و حکمت و خرد و ثروت میبخشند. برنامه نورافکن از مهمان خاندان شما که بخشیده شده است به روز مادران و همه شما مادران عزیز و مشفق و مهربان خویش را تبریک میگوییم به این روز فرخنده‌تان و تمنا میکنیم که هیچگاه سر شما درد را نبیند. و مهمان نوبتی برنامه ما هستند، یعنی مهمان برنامه نورافکن شهرت سینکوف که همگان میشناسیم و سروده هایش را به نهایت دوست می‌داریم و میشنویم. خوش آمدید میگویم شما. خوش باشید. خوش باشید. بله، خوب از شهرت سینکوف میپرسیم که امروز برای مادران چی تمنیات دارد و کدام لحظه که هنگامی که با مادرش بود هرگاه به یاد میآورید و هیچگاه فراموش نمیکنید؟ زمان کودکی. البته مادران بزرگ هستند. هر لحظه که مادر میگی همون زمان کودکی به یاد میرسد و چخیلی که ما را نگاه بین کردند. همیشه مادران رحم بسیار دارند، در هر لحظه حتی گناه هم میکنیم میبخشند. یک لحظه جنگ میکنند لیکن علاقه از گفته های وزنین علاقه بر میگردند چون که بخشاینده است میبخشند. و زمان دانشجویی به یادم میبید مادرم بسیار به من خط می نویسند. اون وقت اون قریب که تلفن ها نبودند. وقتی که یکون از بدخشان سفر میکردم مادرم به من خط می نویسند. حتی این خطا تا حالا من یک جا پنهان گذاشتم. حالا گاه من میکشایم و یک گپ دایم به یادم هست. میگد که من دایم از خداوند تن صحت خودت را طلب دارم. همیشه همین سخن آخران هست، همین را طلب دارم. بعد به قدر همین سخن ها من میرسم. من حس میکنم که چقدر مادران برای فرزندان عزیزند و چقدر تا اون روزه که هستند غمگساری فرزند هستند. یعنی مادران هر کجایی که باشن بازم دل برای فرزند است، دلش با فرزند است. خوب میگویند که طفلی بود دامان مادر خوب بهشتی بوده است. چون با پای خود روان گشتیم سرگردان شدیم. خوب شما در این باره چی میکنید؟ البته این یک معنی بزرگی دارد و ما همیشه فرزندان میخوایم که تا حالم نازبرداری ما مادر با ما باشد و تا حال ما ناز کنیم و ناز ما را بردارند. ولیکن زندگی چنین است. امروز ما پدر و مادر قریب شدیم، همون وظیفه رو ما علاقه بزیمه گرفتیم، ولیکن هستند فرزندایی که با ما ناز میکنند. ما ناز بردار شدیم لیکن ما این تو حتی انتظار این روزا هستیم. وقتی که من در یک سال یک بار من بدخشان سفر میکنم و با مادر میرم 10 روز 15 روز میشینم، ناز ما رو میبرداره تا حالم. خوب نصیبه اگر پای برده باشی از گپ‌های شهرت، یعنی خود پدر هستند ولی باز هم یاد میکنن همون دامان مادر رو و فکرم باز یاد میکنن که طفل باشند و نزد مادر باشند. البته خوب این خمار البته هر یک این آرزوی همگان است که همیشه باید که زیر دامان مادر باشند و سر خود را به کتف یا به سر زانوی مادر گذارند و درد دل کنند. و اینجا پیخست کردم که به طور زنده شهرت 2 مصرع وصف مادر سرود می‌سراید. هدیه شهرت همیشه تیار است، آماده است برای مادران. این را به هیچ کس عموما نقل کردن نمیتونی، فقط حس میکنی. حسیات رو به هیچ کس دادن نمیتونی، فقط تنها در وجود خودت است. ابر و بارانی منی ای مادر، جان و جانانی منی ای مادر، همچو برگ بفتم به زمین، همچو برگ بفتم به زمین، داشته آغوشی کنی ای مادر، داشته آغوشی کنی ای مادر. برای مادران مردم تاجیک چی سرود دارید که این لحظه می‌سراید؟ برای مادران عموما شمس تبریز برای تمام بانوان همچون که یار لطیف با وفای نوشته است و از غزلای شمس تبریز یک چیز من میخوانم. گر یار لطیف با وفای ور از دل و جان از آن مایی، خواهم که در این میان درایی ای ماه بگو که کی برایی.
پس تمنای شما رو میشنویم و بعدا سرود رو با مادران گوش میکنیم، تماشا میکنیم، حلاوت میبریم. البته هر یک شخص البته اول مادر خودش رو دوست می‌دارد و من میتونم به واسطه این برنامه میتونم اولم مادر خودم را تبریک میگم که بگذار همیشه خوشبخت باشید، همیشه با ما باشید و ما همیشه آرزوی انتظار دعاهای شما هستیم و همه تمام مادران تاجیکستان را تبریک میگویم که درد سر فرزندان را هیچگاه نبینند، همیشه در خانه خوشی باشد، خرسندی باشد و برکت باشد. گر یار لطیف با وفا